یه مفهوم جذاب است به اسم سینرژی که دوست دارم براتون توضیح بدم. اونم اینه که میگه که یک به علاوه یک اصولا همیشه دو نمیشه و خیلی وقتا ممکنه چند برابر دو بشه. و این چه زمان اتفاق میفته؟ زمانی که دو تا نیرو با هم دیگه سینرژی تشکیل میدن، یعنی که بیش از اون انرژی که دارن رو آزاد میکنن. حالا شما بگین تو بیزینستون، توی کارتون، تو زندگیتون، توی اتفاقات اطرافتون که آدم‌هایی که هستن، ببینید با کسایی که هستین آیا یک به علاوه یکتون دو شده؟ اگر دو شده که یه قانون طبیعی اتفاق افتاده و در واقع همون انرژیایی که با هم دیگه نشستن و تشکیل شدن. ولی اگر بیش از دو شده و گاهن ممکنه چند صد برابر بشه، اینجا سینرژی اتفاق افتاده و در واقع شما تونستین این انرژی ها رو آزاد بکنید. حالا یه موقعی هست که یک نفر کنارتون قرار میگیره، یکی به علاوه یکیتون نه که دو نمیکنه، بلکه شما رو کمتر از دو هم میکنه و از انرژی شما هم استفاده میکنه.